کار خطرناک کشتی آبی رنگ. کشتی آبی رنگ زیادی رفت توی پیچ. این الان اومد ازش سبقت گرفت، افتاده تقریبا جلوش، ولی خیلی به هم نزدیک دارن حرکت میکنن از تو تنگه. کار خطرناک این دوتا کشتی. خیلی دارن نزدیک به هم حرکت میکنن، کنار هم توی تنگه. یعنی نرمال این کارشون خطرناک محسوب میشه. کشتی آبی رنگ جا مونده بود، یعنی خیلی رفت توی پیچ. اون سفیده اومد ازش سبقت گرفت قشنگ. بعد بوق شدیدی هم روش زد که کجا میری، این سمتی باید بپیچی. بعد اومد سبقت گرفت. این الان تازه دور زد. الان دقیقا کنار هم دارن حرکت میکنن از تو تنگه. این کارشون خطرناک محسوب میشه، نباید سبقت بگیرن، باید پشت سر هم به نوبت حرکت کنن. دقیقا الان دارن کنار هم، دو تا کشتی خیلی بزرگ داره ازش سبقت میگیره. اصلا گرفت. نگاه کنید مثلا اون سمت میبینید یه کشتی کوچیک اومد از کنارشون رد شد. خیلی فضا میگیرن، نباید اصلا از کنار هم حرکت کنن، باید به نوبت تک تک عبور کنن. یعنی اگه این فیلم رو من پخش کنم به ضرر هر دوتا کشتی میشه. تازه دم کشتی اگه اشتباه نکنم تو فیلم داره میفته یا نه. تازه دم اون یکی پیدا شد. تازه کار خطرناک این دوتا کشتی رو میبینید.